اسم بچه‌تون چیه؟ چند سالشه؟ وائله، 1 سالشه. برای چی با خودت آوردی اینجا؟ آوردمش که از همین الان نفرت از اسرائیل تو خونش بریزم. باریکلا باریکلا. فکر میکنید که مردم بزرگ و شریفی که امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس هستن بزرگترین آرزوشون و بزرگترین خواستهشون چیه؟ بزرگترین خواستهشون نابودی اسرائیل و ظهور آقا امام زمان. این پسر خوبم اسم چیه؟ محمد. به به. مرگ بر اسرائیل. برای چی اومدی امروز؟ برای اینکه مرگ بر اسرائیل بگو. مرگ بر اسرائیل. آفرین. خیلی جالبه. برای بچه‌هایی که کوچک هستن مثل این دختر خانوم، مثل این آقا پسر، از الان فرهنگ همبستگی و وحدت و یک دل بودن رو در کنار پدر و مادرشون و دیگر هموطنانشون تجربه میکنن. من خیلی جالب و قشنگ بود که دیدم دختر خانوم 6 سالی به اسم ریحانه یک نقاشی رو کشیدن با مضمون قدس و مردم فلسطین و دفاع مردم بیپناه فلسطین از خودشون. یک سرباز در واقع فلسطینی یا یک جوان فلسطینی رو میبینیم که اسلحه به دستشه و داره شلیک میکنه به سوی تانک اسرائیل غاصب و همینطور تانک اسرائیل غاصب که داره گلولش رو روانه میکنه به سوی این جوان یا نوجوان فلسطینی. مطمئن باشید خون این شهدا، تلاش و همت جوانان آگاه فلسطین و حمایت مردم مسلمان جهان از ملت فلسطین بی‌نصیب نخواهد موند